بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. صفحه 75 باز بکنیم. اسره، خانواده، فامیل. در فامیل که است جد چی رو میگن؟ پدرکلان. و جدتون مادرکلان. اب پدره میگن و مادر. ابن پسر و ابنتون دختر. یه اعضای خانواده هستن. حدیقه باغ. در باغ چی می باشه؟ شجرتون درخت می باشه. وردتون گل. حجره اتاق است. در این اتاق کدام چیزا هستن؟ در اتاق وساده بالشت یا تکیه. بطانیه کمپل. ثیاب لباس ها. ثوب ایراه نمیگن، ثیاب جمعش است. شماعه کودبند. و ثریا قندیل میگن. مصباح گروپ. سجاد قالین یا جینماز. ابره سوزن. خیط تار میگن، مثل ما شما میگیم خیاط، چون خیاط تار زیاد استعمال میکنه و خیاط میگن. و خیط تار. مقص قیچی. فرشات و اسنان. فرشه برسه میگن و فرشات و اسنان برسه دندان. مرآت آینه. نقاب همون پوزبند که پوزه بسته میکنیم. طفل. زر دکمه ما شما میگیم. مقص کبیر قیچی بزرگ و مقص صغیر و قیچی کوچک. منزل خانه. الاب کبیر پدر بزرگ است و الابن صغیر پسر کوچک است. هذه این مادر است و هذه ابنه و این هم دختر است. التدریبات تمرینات. التدریب الاول. اسره خانواده. جد پدرکلان. جده مادرکلان. اب پدر. مادر. ابن پسر. ابنتون دختر. حدیقه باغ شجره درخت. ورده گل. حجرتون اتاق. وساده بالشت. بطانیه کمپل. ثیاب لباس ها. شماعه کودبند. ثریا قندیل. مصباح گروپ. سجاده جینماز. ابره سوزن. خیط تار. مقص قیچی. فرشه برس. مرآت آینه. و طفل زر دکمه و نقاب همو پوزبند. التدریب الثانی تدریب دومی. دی سه تصویر شما خط کش کنین کدامش درست است. حدیقه تصویر سومی هست. خط کش کنین به تصویر سومی. دی تصویر دیگه جده. اینجا تصویر بالاش اسره است. دومیش مادر است. جده همی لباس های سیاه که داره در چوکی شیشته‌ای. جده مادر کلان. مصباح همو عکس اولی خط کش کنین و مصباح هست. شجره تصویر سومی درخت است. التدریب الثالث تمرین سومی. دی سه تصویر کدامش پدر است؟ همی که در سرش چلتار داره. ای چی است؟ ای اب است. به او خط کش کنین. ابنتون پایین ای دخترک است. ابنه و ابن پورتی زرد که داره. وساده روبروش است. ثیاب اون روبروش هستن. و بطانیه کمپل مقابلش. سجاده دومی سجاده قالنچه هست. فرشات تصویر اولی و سریر تخت روبروش است. مقص تصویر سومی هست. ابراتون تصویر اولی سوزن است و خیطون تصویر دومی چی است؟ تار است. خط کش کنید به طرف هایشان. التدریب الرابع. در تمرین چهارمی شما کلمه هذا و هذه را یاد میگیرین که هذا برای مذکر میه و هذه برای مؤنث. مثلا پدر مذکر است برش میگیم هذا
اب ای پدر است و هذه و ای مادر است. هذا ابن ای پسر است و هذه ابنه ای دختر است. هذا جد ای پدر کلان است، مذکر است، هذا استعمال میکنیم و برای مادر کلان هذه میگیم هذه جده. التدريب الخامس تمرین پنجم. چه قسم تلفظ میشه؟ ثوب، ثريا، ثلاجة، كمثرة، ثياب. شکل تلفظ درست از یاد بگیرین. ذال هم از نوک زبان تلفظ میشه. ذراع، باذنجان، نافذة کلکین، حذاء بود، اذن گوش. ها ما شما که ح هست یکی ها. هذا، هذه، ظهر، وجه. بس کوشش میکنیم که حرفا را تلفظ درست به شکل عربی بکنیم. التدریب السادس تمرین ششم. اینجا کلش تلفظ با بر شما. ب بسیار نرم باید تلفظ کنیم. ب، بات، سبع، عازب، بر، بصة، کتب. میم هم از جمله حروف‌های نرم است. مثلا مات فوت کرد. سمع گوش. عازم تصمیم داره. مر مرور کرد. مص مکید. کتم پوشید. پس این شکل تلفظ حرف است. التدریب السابع جملات چه قسم میگیم؟ هذا کتاب کبیر. هذا کتاب کبیر. این کتاب بزرگ است. هذا قلم صغیر. این قلم کوچک است. الكبريت على المكتب. گوگرد بالای میز است. المدرس یفتح النافذه. استاد کلکینه باز میکنه. المدرس یمسک الکرسی. استاد چوکی را گرفته. شما کوشش کنید همین قسم جملات جور بکنین. التدریب الثامن تمرین هشتمی. ثا که است گاهی زبر می داشته باشه، گاهی کسره می داشته باشه، گاهی پیش می داشته باشه. مثلا ثوب اینجا ثا فتحه زبر داره. ثیاب اینجا ثا کسره داره و ثریا سه حالت است. ثا، ثی و ثو. حدیقه، حذاء، حجره. این هم ح، حی، حو شکل تلفظ ح هست به سی حالتش. التدریب التاسع شکل نوشتاری است که املا را یاد بگیرین. جزر. جیم در اول چه قسم نوشته میکنین؟ رنگ سرخ براتون نشان داده. جیم در وسط با رنگ سرخ براتون نشان داده شده. یک قسم باید نوشته شود. یجری. و جیم در آخر کلام نوشته میشه رنگ سرخ. یخرج. پس حالات نوشتاری جیم در اول کلمه، در وسط کلمه و در آخر کلمه. تا این مثلا تفاح در اول کلمه تا با رنگ سرخ چه قسم تی نوشته میشه. در وسط کلمه باز تی دیگه قسم نوشته میشه. کتاب. و در آخر کلمه باز بزرگ نوشته میشه. پس اشکال نوشتاری تا. التدریب العاشر شما نوشته میکنین. باب 3 مرتبه نوشته کنین در 3 سطر و در 3 سطر دیگه هم کارخانگیتان از کتاب نوشته بکنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.